خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از ویدیوهای من در شهر توکیو، کشور ژاپن. امروز ما اومدیم به یکی از معبدهای جذاب و قدیمی شهر ژاپن به نام میجی جینگو در منطقه شیبویای توکیو. این معبده انقدر جذاب و باحاله، یه حس آرامشی داره، هر کی تو حال خودشه، پر از توریسته و خیلی قشنگه. یعنی انقدر سرسبز و انقدر زیباست که نگم براتون. فضای این معبد به این شکله، واقعا محشر و قشنگ و زیباست. واقعا خیلی حس خوبی به آدم دست میده. حالا هوای امروز هم که کم توش تاثیر نداشته، یه نمه بارونی میزنه و خیلی همه چی دست به دست هم داده که یه حس خوب به آدم دست بده. حالا یه چیز جالبی که اینجا داره، از این کارتای چوبی به قیمت 500 ین اینجا میفروشه. حالا شما اینا رو برمی‌داری، اینجا می‌نویسی و بعدش آویزون اینجا می‌کنی. هر آرزویی که داری اینجا می‌نویسی، یا هر دعایی که داری اینجا می‌نویسی و هر زبانی که می‌خواین اینجا هستش. از زبان عربی بگیر تا انگلیسی، ژاپنی و هر زبان دیگه اینجا شما می‌بینی. خیلی باحاله. هر کی هرچی خواسته رو اینجا نوشته. خب اینجا هم که میبینید قسمت فالشه. حالا شما اینجا 100 ین 100 تا پول خودشون رو میندازید، بعد اینجا این صدا میده که تکون بدید. یه سری اعداده، هر عددی که از در اومد رو شما برمیداری. حالا اگه 1 باشه، 23 باشه، 18 باشه، هر چیزی باشه رو برمیداری و فال شما رو اینجا نوشته. الان این 2 نفر فال گرفتن و دارن فال خودشون رو میخونن و به این شکله. کلا خیلی باحاله دیگه، خیلی فاز روحانی داره، خیلی فازش باحاله، فاز قشنگیه. خب یه چیزی که خیلی خیلی جالبه، گفتم با شما هم در میون بذارم، اینه که قبل از ورودی معبد یه جایی درست کردن به این حالته. شما الان میبینید اون ورودیشه و اینجا که میگه آقا قبل از ورودی شما الان میبینید اینجا دارن هر کی این کارو انجام میده، نوشته که دستاتون رو بشورید، دهنتون آب بکشید و دوباره دستاتون رو بشورید. یعنی شما باید کاملا تمیز وارد این معبد بشید. خب ما اومدیم خیابون تاکیشاتا استریت، یکی از شلوغ‌ترین و توریستی ترین خیابون‌های ژاپن که پر از مغازه‌های خوراکی فروشی و سوغاتی فروشی و چیزای ترند تیک تاک و اینستاگرام این توه. اینجا رو بهتون پیشنهاد میکنم اگر اومدید ژاپن 100% توی برنامه هاتون بذارید. همونجور که میبینید توی هر کوچه و پس کوچه بازار چطوریه و هم خوراکی های مختلف هم لباس های مختلف میفروشن برای خرید کردن. خب من می‌خواستم یه چیزی درباره ژاپن بگم، از بدیهای ژاپنه. یکیش همینه، شما اگر یه خوراکی چیزی بخرید باید ساعت‌ها دستتون باشه تا یه سطل آشغال درست پیدا کنید بندازید. در کل سطح شهر یک عدد سطل آشغال وجود نداره و حتی شما نمیتونید در بعضی از مواقع آشغالتون رو بندازید دور. حالا منظورم چیه؟ منظورم اینه که ما حتی رفتیم توی رستورانی، یه
چیزی خورده بودیم، آشغالش مونده بود. آشغالمون رو گذاشتیم، اومدش بهمون آشغالمون رو پس داد، گفتش که اینجا نمیتونی شما آشغالتو بذاری. خیلی جاها شما مجبوری آشغالتو ساعت‌ها دستت نگه داری تا اینکه یه جایی، حالا تا هتلی چیزی پیدا کنی بندازی توش، و یعنی تو سطح شهر یک عدد سطح آشغال هم وجود نداره. حتی اینجا نگاه به زمان خودشون نوشته که فکر کنم نباید آشغال بریزی یا اینا، ولی در کل سطح شهر شما یک عدد سطح آشغال نمیبینید. ایناست که بده. آره این الان وبال گردن منه. شما فقط شلوغی خیابون رو ببین، خیلی شلوغه اینجا. خب ما اومدیم از این خوراکی‌های هیجان انگیز اینجا بگیریم، امتحان کنیم، نظرمو بدم ببینم چطوری است. خیلی چیزش خوراکی که گرفتیم فکر کنم بیسش مال کشور کره است، ولی حالا من امتحان بکنم. خیلی اسپایسیه، با پر پنیر و مزه کیمچی میده. بهش از 1 داده، اگه چرب نبود 10 میدادم، ولی یه ذره چربه، مجبورم بیارمش پایین، 7-8 میدم، ولی باحاله. از اینجا رد میشدیم، یه چیز خیلی جذاب دیدیم. اینایی که میبینید بابل تیه، خمیرش رو اینجا فرش آماده درست میکنن و به صورت توپ در میارن و میریزن تو این شکر سیاه و به این صورت، و بعدش تو این لیوان ها، و چیزی که شما تحویل میگیرید یک بابل تی خیلی جذابه. حالا میریم ما صورتیشو گرفتیم، امتحان کنیم ببینیم به چه صورته. خب آقا ما اینو از این مغازه گرفتیم که امتحان کنیم نظرمون چیه. اون مدل قهوه‌ایش مثل اینکه خیلی شکر داشته. چیزی که حالا من میخوام امتحان کنم نظرمو بدم. مزه شورتوت فرنگی خیلی نوستالژی میده، خیلی قدیمی، باحاله، بد نیستش. 1 تا 10 بهش 7 میدم. اینجا هر لحظه یه سری اتفاقای عجیب میفته. ما الان روبروی میپیک کافه هستیم، کافه خوک هاست اینجا. شما میای اینجا میشینی به این صورت، از این وندینگ ماشین 1 عدد درینک میگیری و میشینی با خوک ها بازی میکنی و اشغال میکنی. خوک ها دور و برت میچرخن، یه ملافه میندازی روی پاتو به این صورت که میبینید. خیلی کیوته. قیمتش هم مثل اینکه $35 واسه 25 دقیقه است. ببین از کوچیکی‌های رستوران‌های اینجا بگم کم گفتم. اینجا انقدر رستوراناش کوچیکه که آشپزخونه رو شما داره اینجا می‌بینید دارن میپزن و مشتری‌ها دور تا دور مثل ماها نشستن و دارن غذا می‌خورن و همونجا کسی که غذا رو میپزه میاره بهتون تحویل میده. مثلا بهتون بگم همه رستورانا، مثلا باید بگم 80% رستوراناش اینجوریه، خیلی کوچیکه، یعنی همه چی اینجا کوچیکه. و خواستم اینم بهتون بگم که در جریان باشید. ما اومدیم اینجا یه رستورانیه که کارشون فقط استیکه. حالا استیک با برنج داره، استیک با سبزیجات و همین دیگه، کلا 3 تا غذا بیشتر نداره. گفتم حالا با شما اینو در میون بذارم و شما هم ببینید. این غذای ماه الان میخورم، نظرم بهتون میدم. فعلا من آدمی نیستم که هر رستوران الکی تعریف کنم. این رستوران انقدر خوب بودش من بهش 10 از 10 میدم، چون من اصلا آدم گوشخواری نیستم، یعنی هوس گوش نمی کنم، ولی این انقدر خوب بود و خوشپخت بود، واقعا 10 از 10. اگر یه کروزی اومدید ژاپن اینو امتحان کنید. شما آیا میدونستید که توی ژاپن نمیتونید هر جایی سیگار بکشید؟
اگه بخوای سیگار بکشی باید بری تو این صف وایسی تا اینکه رات بدم بری این تو و بری اون موقع سیگارتو روشن کنی یا سیگار بکشی. یعنی هر جای شهر شما نمیتونی سیگار بکشی، باید جای مخصوصی که مشخص کردن رو بری و سیگارتو روشن کنی و سیگار بکشی. اینم جای خودش کاره به نظرم درست و خوبیه که میخوان جلوی کشیدن سیگار رو بگیرن که مردم کمتر سمت دخانیات برن.